سلام شاگردان عزیز. امروز ما با شما در موضوع ادوکاتورا و طرز و اصولهای فعالیت آن صحبت میکنیم. این یکی از موضوعهای اساسی و مهم برای شما به حساب می رود. زیرا بعد از دانستن آن، عاید عملی شوی و چه طرز حفظ شدن حقوق و آزادی های خود توسط جلب ادوکات شناس می شوید. خوانندگان عزیز، شما در دوام درس امروزه‌مان عاید به مفهوم و ماهیت ادوکاتورا شناس می شوید. مقصد و طرز و اصولهای فعالیت آنها را از خود نموده، عاید شکل‌های تشکیل فعالیت آنها معلومات می‌گیرید. خوانندگان عزیز، به همه ما و شما معلوم است که مقصد و مرام تاجیکستان عزیز ما برپا نمودن دولت دموکراتی و حقوق بنیاد است. و دولت دموکراتی و حقوق بنیاد تقاضا می نماید که مهمترین مناسبت‌های جمعیتی توسط سندهای معیاری حقوقی به تنظیم درآورده شود. مناسبت‌های جمعیتی نهایت وسیع و گوناگون می باشند و برای به تنظیم درآوردن آنها سندهای معیاری حقوقی زیادی لازم است که فهمیدن و درک آن نه از جانب همه فهما می گردد. یعنی جامعه همیشه نیاز به فعالیت مخصوص، یعنی فعالیت ادوکاتی دارد. بچه های عزیز، پیش از آنی که ما عاید به فعالیت ادوکاتی معلومات دهیم، به ما ضرور است که با خود مفهوم ادوکات شناس شویم. ادوکات کیست؟ ادوکات شخصی است که دارای مقام ادوکاتی بوده برای رسانیدن یاری حقوقی دعوت می شود. دیگر شخصان آیا می توانند یاری حقوقی رسانند؟ مثلا پدر و مادر یا خویش و تبار نزدیک شخص. البته می توانند مصلحت های حقوقی دهند، ولی نمی توانند وکالت ادوکات ها را اجرا نمایند، چون که آنها دارای مقام ادوکاتی نیستند. یعنی فعالیت ادوکاتی فعالیت کسبی است که آن را شخصان مقام ادوکاتی گردیده جهت رسانیدن یاری حقوقی تخصصی به شخصان واقعی و حقوقی با مقصد حمایه حقوق و آزادی ها و منفعت های قانونی آنها، اینچنین تأمین نمودن دسترسی به عدالت سودی عملی می نمایند. اکنون ما مفهوم ادوکاتورا را چنین شرح می دهیم. ادوکاتورا این اتحاد کسبی ادوکات ها بوده در شکل های آزادی طبق قانون تأسیس داده شده فعالیت ادوکاتی با مقصد رسانیدن یاری بلند اختصاص حقوقی، دسترس بودن آن و عدالت سودی برای شخصان واقعی و حقوقی تأسیس داده شده است. شاگردان گرامی، شاید چنین فکر کنید که چرا پروکورور نمیتواند که به فعالیت ادوکاتی مشغول شود؟ سبب در آن است که پروکورور در مرافعه سودی از نام دولت برآمد نموده شخص را در صادر نمودن جنایت عیبدار می کند و نمی تواند که خود حریف مرافعه خود گردد. در اینجا یک چیز را باید در یاد داشت که ادوکات ها در فعالیت خود همچون نماینده جمعیتی فعالیت می نمایند، نه همچون نماینده دولتی، و فعالیت آنها به حد و حدود نبوده بلکه توسط سندهای معیاری حقوقی تنظیم گشته می باشد. سندهای معیاری حقوقی که فعالیت ادوکات ها را در جمهوری تاجیکستان به تنظیم می درآورد، این کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی، کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان، کودکس آداب کسبی ادوکات های جمهوری تاجیکستان و غیره می باشند. خوانندگان عزیز، مقصد اساسی ادوکات ها این رسانیدن یاری حقوقی می باشد، نه اینکه به دست آوردن فایده. زیرا فعالیت ادوکاتی فعالیت صاحبکاری نیست. البته ادوکات ها در نتیجه رسانیدن یاری حقوقی درآمد معین پولی به دست می آورند، ولی این معنای آن را ندارد که آنها محض با مقصد به دست آوردن این درآمد پولی فعالیت می کنند.
این درآمدی که آنها به دست می آورند حق خدمت آنها محسوب شده بهر قانع گردانیدن طلبات زندگی ادوکات ها و نگهداری اتحاد ادوکات ها مصرف می شود. فعالیت ادوکاتی دارای علامت های زیرین می باشد. یکم، این فعالیت از طرف شخصانی رسانیده می شود که دارای مقام ادوکاتی می باشند. شهادتنامه ادوکاتی یگانه حجت می باشد که مقام ادوکاتی را تصدیق می کند. این شهادتنامه به کیها داده می شود؟ به شخصانی که همچون ادوکات اعتراف شدند. در اینجا باز سوالی به وجود می آید که کدام شخصان می توانند به فعالیت ادوکاتی مشغول شوند؟ شخصانی که معلومات عالی حقوقی داشته نه کم از 2 سال سابقه کاری کسبی داشته باشند. اگر چنین سابقه نداشته باشند حداقل از 6 ماه تا 1 سال به صفت کارآموز ادوکات کارآموزی کرده باشند. دوم، مقصد و منفعت یگانه داشتن ادوکات ها، یعنی ادوکات ها با مقصد حمایت نمودن حقوق و منفعت های انسان و شهروند و شخصان حقوقی فعالیت می کنند. سوم، فعالیت ادوکاتی همچون کمک اجتماعی به محتاجان و کارافتادگان رسانیده می شود. یعنی هدف و مقصد ادوکات ها به دست آوردن درآمد نبوده بلکه رسانیدن و تأمین نمودن یاری حقوقی به حساب می رود. چهارم، فعالیت ادوکاتی در اساس نظام معین به عمل برآورده می شود. یعنی فعالیت آنها توسط قانون به تنظیم درآورده می شود. باید یادآور شد که ادوکات ها محض در اساس همین 4 علامت نام برده فعالیت خود را به راه می مانند. شاگردان گرامی، ادوکات ها چطور فعالیت خود را تشکیل و عملی می نمایند؟ البته بچه های عزیز، فعالیت ادوکاتی نیز نیاز به تشکیل دارد و ادوکات ها شکل های تشکیل فعالیت خود را مستقلانه عملی می نمایند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی 4 شکل تشکیل فعالیت ادوکات ها را معین نموده است. شاگردان عزیز، در جدول شرح شکل های فعالیت به طور آمیخته آورده شده است. یک مرتبه دیده برآید که آیا می توانید آن را موافق گذارید. فکر می کنم خواننده ذکی توسط کلمه های کلیدی که در شرح شکل های تشکیل فعالیت ادوکاتی آورده شده است مفهوم هر یک آن را به آسانی درک کرده می تواند. اکنون به شمایان وقت می دهیم تا اینکه جواب موافق را یابید. می نگریم به جدول. بله خوانندگان عزیز، ادوکاتی که فعالیت ادوکاتی را به طور انفرادی یعنی خودش تنها عملی کردن می خواهد، در این صورت او کابینت ادوکاتی تأسیس داده فعالیت می نماید. این نوع فعالیت ادوکاتی شخص حقوقی به حساب نمی رود. در صورتی که شماره ادوکات ها 2 و یا زیاده از آن شد، آنها حقوق تأسیس دادن مصلحت خانه حقوقی را دارند. مصلحت خانه حقوقی شخص حقوقی غیر تجارتی بوده از لحظه به قیدگیری دولتی تأسیس یافته حسابیده می شود. کلیگ ادوکات ها را باشد. ادوکات های تأسیس داده می توانند که شماره آنها از 5 یا زیاده از آن باشد. کلیگ ادوکات ها شخص حقوقی غیر تجارتی به حساب رفته آن در اساس آیین‌نامه و شرطنامه تأسیسی بین آنها بسته شده عمل می کند. اگر در حدود شهر یا ناحیه کابینت ادوکاتی، مصلحت خانه حقوقی یا کلیگ ادوکات ها موجود نباشند، در این صورت ادوکات ها می توانند فعالیت خود را
در شکل بیوروی ادوکاتی به راه مانند. همه 4 شکل فعالیت ادوکاتی در اساس سازشنامه بین ادوکات و وکالت دهنده که در شکل خطی بسته شده است عملی کرده می شود. خوانندگان عزیز، شما در دوام درس امروزه‌مان آید به مفهوم و ماهیت ادوکاتوره، هدف و مقصدهای آن و اینچنین آید شکل‌های تشکیل فعالیت آنها معلومات گرفتید. اگر در ذهنتان به سوال‌های زیرین جواب مشخص پیدا گردد، پس شما موضوع امروزه‌مان را از خود نمودید. مفهوم و نشانه‌های اساسی فعالیت ادوکاتی را شرح داده می‌توانم. مقصد اساسی فعالیت ادوکاتی را بیان کرده می‌توانم. 4 شکل تشکیل فعالیت ادوکات‌ها را نامبر کرده هر یک آنها را شرح داده می‌توانم. خوانندگان عزیز، این بود موضوع امروزه‌مان آید به ادوکاتوره و طرز و اصول‌های فعالیت آن. خیر تا درس‌های آینده شاد و پیروز باشید.